خواستم توضیح بدم راجع به سیستم مطبمون. وقتی شما تشریف میارید از این در تشریف میارید اینجا و طوری هست که هیچ کس رو نمیبینید تو این اتاق، هیچ وقت هیچ کس رو نمیبینید. یعنی تشریف دارید خودتون با خانوادهتون در این اتاق منتظر میشینید و این زنگ رو میزنید، بعد ما خبردار میشیم، من یا یکی از همکارانمون، بعد شما تشریف میارید تو. بعد بستگی داره که در کدوم قسمت خواهید بود، در قسمت بچه ها، در قسمت در این اتاق نرو فیدبک، بایو فیدبک، اون اتاق قراره باشید یا در این اتاق باشید برای تراپی که تشریف میارید اینجا. و شخص قبلی دیگه در این اتاق نیستش. قبل از اینکه شما تشریف بیارید از در دیگه‌ای که در اینجا هستش که نشونتون میدم خارج شدن و طوری تنظیم میکنیم که به هیچ وجه شما همدیگر رو نخواهید دید، فقط به خاطر کانفیدنشالی و راحتی و آرامش شما هستش. برای اینکه هنوز در فرهنگ ما رفتن پیش مشاوره یه مقدار پنهان کردن توشش خجالت میکشن برخیا، ولی بهتون بگم عزیزان، کسانی تو این دفتر تشریف میارن که حالشون خیلی بهتر از کسانی هستن که تشریف نمیارن، یا کسانی هستن که در بیمارستان ها و غیره زندگیشون داره انجام میشه، برای اینکه نرفتن کاری بکنن و وقتی که اگر تصمیم میگرفتن میومدن و کار میکردن با خودشون، با ما کار میکردن، حالشون خیلی بهتر میشد. بنابراین دوباره توضیح میدم، همه چیز کانفیدنشاله، همه چیز محرمانه است. به همین دلیل 2 در هست و هیچ کس رو در این دفتر ما، در این مرکز دریچ امید نمیبینه. دستگاهی که استفاده میکنیم HEG هستش، هموانسفالوگرافی. ترینینگ لوکیشن هستش، قسمت های مختلف مغز هستش که ما میخوایم نشون بدیم که چه کارهای مختلفی انجام میده. مثلا برای تقویت حافظه قسمت T3 هستش که چگونه روی تمپورال لوب شما کار میکنه، لفت همسفر، و چگونه لانگ ترم مموری رو کمک میکنه و چگونه برای بچه ها برای خوندن، و قسمت ورونیکس اریا برای زبان، برای یادگیری کمک میکنه. help with changing thoughts to words. بچه هایی که ADD ADHD دارن این قسمت فوق العاده کمک میکنه. قسمت های مختلف برای shape recognition هستش، T6 هستش که کمک میکنه، ما میتونیم نشونتون بدیم. و قسمتی که ما این بلت رو میگذاریم روی سر شما ربط داره با قسمتی که میخوایم روش کار بکنیم، برای خوندن، برای معنا دادن سیمبولز ها هستش و این خیلی مهمه که این آزمایش رو بکنیم و بفهمیم که شما نیازتون چی هستش. مثلا برای دیپریشن FPZ هستش، برای افسردگی، و که این قسمت مغز هستش که استفاده میکنیم. Treatment Area for Depression, Activate Emotions, Free Inhibitions، و حتی در این قسمت برای میگرن و سردرد هم کمک میکنه. و تعجب آوره که در این قسمت برای کم کردن اشتها و ادیکشن کمک میکنه، برای اعتیاد کمک میکنه. AF4 هستش که قسمت دیگه هستش که برای تمرکز هستش، برای مغزهای خیلی مشغول، هایپر اکتیویتی، مغزهای خیلی مشغول، خیلی مرتب افکار تکراری میاد که زیرش هم دلهره، استراب میتونه باشه، میتونه استرس باشه. و برای خواب اثر خیلی خوبی داره، برای OCD Obsessive Compulsive Disorder، برای تورتس، برای مانیا، انتریکوتیلومانیا، برای کسایی که انگزایتی دارن و موشون رو مرتب میکشن و بعضی وقتا مراجعه کننده‌ای داریم که خب اصلا به خاطر این بیماری موشون از دست دادن.
بله، یکی از کارهای دیگه‌ای که در مرکز پنجره به سوی امید انجام میشه نرو فیدبک هستش که اینجا این خانم از نرو فیدبک دارن استفاده میکنن. از طریق هدبندی که بر روی پیشونیشون هستش دستگاه مقدار خون اکسیژن داری که در حال حاضر در نقطه‌ای از مغز جریان داره رو دستگاه داره دیتکت میکنه، اندازه گیری میکنه و با توجه به افزایش مقدار خون اکسیژن دار و قرمز تصویر به جلو حرکت میکنه که الان ایشون بسیار خوب دارن انجام میدن. از 63% که در بیسلاین HEG بود در حال حاضر به 65% رسیده با 2% 3% افزایش و تصویر داره به جلو حرکت میکنه. تنها خواستن ایشون و تمرکز و توجهی که به تصویر دارن باعث افزایش خون اکسیژن دار در مغز میشه که همون اون مقدار پرسنتیجی که افزایش پیدا میکنه تصویر رو به جلو میبره و ما در حال حاضر میخوایم روی نقطه‌ای در این نقطه از مغز ایشون داریم تمرین رو انجام میدیم. ورزش مغزی هستش که افزایش جریان خون اکسیژن دار رو باعث میشه. بسیار خوب دارن به جلو میرن با 4%، 5% افزایش این جریان خون. و این سیستم نرو فیدبک هستش که برای درمان اضطراب، دلشوره، دلهره، افسردگی، بیشفعالی مغز برای تمام سنین از 3 سالگی به بالا قابل استفاده هستش که تحقیقات بسیار موثری نشون داده که چقدر نرو فیدبک میتونه تأثیر داشته باشه در کاهش افسردگی، اضطراب و بسیاری از بیماری‌های روانی دیگر. شما قراره یاد بگیرید چطوری مغزتون رو با نبضتون، با تنفستون، با تمرکزتون تنظیم کنید که این سنگ ها روی هم بیستند. و الان مراجعه کننده ما داره همین کار رو میکنه و با فکرش، با تنفسهاش میتونه این کار رو بکنه. اگر متوجه هستید اینجا نبض رو نشون میده و حرکت این با فکر ایشونه. پس وقتی که شرطی میکنه خودش رو با نوع تنفسش یه همچین چیزی اتفاق میافته، وگرنه الان خیلی خوب شد. وگرنه اگر حواسش یک لحظه بره جای دیگه این کار نمیکنه. و من زبان فارسی دارم میگم، ایشون با اینکه غیر ایرانی هستند میتونه حواسشون پرچی و این نره روی اون. برای همین باید سکوت باشه، تمرکز باشه و با اون چیزی که میخواد برسه. پس شرطی شدن مغز برای رسیدن به اون چیزی که ما هدفمونه. این چنینی که ما یاد میگیریم که تمرکز کردن یاد میگیریم، یعنی کاندیشن میکنیم فکرمون رو برای خواستن رسیدن به انجام کاری. حالا حل کردن مسئله است، پیدا کردن راه، هر چیزی که هستش در هر لحظه بعد در زندگی چجوری میخوایم اون قدرت تمرکز خودمون رو بیاریم وسط، حواسمون رو جمع کنیم و به اون چیزی که میخوایم برسیم. حالا ما ایشون رو یکم تنها میگذاریم. دستگاه دیگه‌ای که داریم EMDR هستش که Eye Movement Desensitization Reprocessing و فرانسیس شاپیرو حدود 21 سال پیش این رو درست کرد و این چنین هستش که کسی که کار میکنه با این روی خاطرات گذشته، پست تراما استرس دیسوردر، خاطرات گذشته‌ای که بسیار آسیب بهش داده و تو فکرش هست، این دستگاه و حرفایی که ما با ایشون میزنیم، در گفتار درمانی که ما با اینها انجام میدیم، تمام این خاطرات گذشته پاک میشه. یعنی چطوری؟ میدونن مثلا دعوایی شده، خشونتی بوده، تجاوزی بوده، ولی اون دردش از بین میره. اون قسمتی که لیمبیک سیستم مغز هست ایموشنال شدن راجع بهش، اون یادشون میاد ولی اون درد ریموو میشه، درد از بین میره. و فرانسیس شاپیرو اینو برای کسانی که از جنگ برگشته بودند درست کرد که کابوس‌های وحشتناکی داشتند. بعد از انجام 4-5 جلسه EMDR تونستن که کاملا حالشون خوب بشه و این کابوس‌ها رو نداشته باشن.
و الان عزیزی که داره این کارو میکنه ما به گوشش میگذاریم، چیزی رو میشنوه و دستش هستش و نگاهش هست و با این دستگاه حرکت میدیم به طرف راست و چپ و همزمان باهاش صحبت میکنیم، راجع به خاطرات گذشته ازش میپرسیم و بعد از یک مدت خیلی کمی خودش میگه که چقدر حالش بهتر شده. بعضی وقتا حتی یک جلسه کسانی ما داشتیم که میترسیدن توی جاده های اصلی فریوی شاهراها رانندگی کنن، تونستن با این عمل با 1 یا 2 جلسه حالشون خیلی خوب بشه. کسانی بودن که از حیوانات میترسیدند و با انجام این عمل و صحبت کردن باهاشون حالشون خوب شده. کسانی بودن که دچار تصادفات بودن، دچار آزارهای جسمی و روانی بودن، تجاوزات بودن، بعد از انجام دادن چند جلسه EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing حالشون خیلی بهتر شده. همطور که گفتم میدونستن یه واقع بدی اتفاق افتاده ولی دردش از بین رفته، یعنی اون قسمت مغز هیپوکامپوس که این خاطرات تلخ رو نگه میداره دیگه اون خاطرات رو از بین میبره. دستگاه واقعا فوق‌العاده‌ایه و فوق‌العاده کارساز هست. در قسمت دیگه برای مراجعه کننده های ما که اضطراب دارن، دلخوره دارن، دلشوره دارن و تمرکزشون کم هستش، از EEG یا الفا استیم استفاده میکنیم و حدود 20 دقیقه هر بار تشریف میارن براشون انجام میدیم و کاری که این دستگاه میکنه اسیتیلکولین و سروتونین مغز رو میبره بالا و حتی در یک جلسه حس میکنن که حالشون بهتر شده، ریلکس تر شدن و کم کم متوجه میشن که چقدر تمرکزشون بیشتر شده، چقدر به یاد آوردن موضوعی که قبلا یادشون میرفت کلید رو گم میکردن، مطمئن نبودن که در ماشین رو بستند یا نبستند، یا این باعث میشه که تمرکز زیاد بشه، رو هر کاری که میکنن تمرکزشون زیاد میشه و بعضی وقتا میتونن خوابشون بره، بعضی وقتا میتونن دستگاه باشه چیزی رو بخونن یا برنامه‌ای رو ببینن و فوق‌العاده کمک میکنه. برخی از مراجعه کننده های ما گزارش دادن که حالت اینه که رفتم و یعنی انقدر این هورمون بالا میره، حالت یک شادی فراوان یا اینکه مثلا یه داروی آرامش بخش خوردم، ولی خوشبختانه این دارو نیست و این یک کار طبیعی هستش. درست مثل این که شما ورزش میکنین اسیتیلکولین و سروتونین مغزتون میره بالا، این دستگاه همین کارو میکنه.